بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایها الإخوة والأخوات، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با سلام نو شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه نوی قصه پیامبران. یادآور میشویم که در برنامه گذشته درباره نبی خدا ابراهیم خلیل و پسرانش اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیهم السلام سخن گفتیم و خداوند ابراهیم را دوست خود گرفته بود. اینچنین یادآور میشویم قصه هجرت ابراهیم علیه السلام را که از عراق به سوی فلسطین هجرت کرد. با همراهی او نبی خدا لوط علیه السلام بود. وقتی که ابراهیم با همراهی لوط علیه السلام به فلسطین رسیدند، ابراهیم او را به قشلاق با نام سدوم فرستاد. مکان آن قشلاق بحر مرده امروزه است. همین بحری که مردم در ساحل‌های آن کیف و صفا می‌کنند. بسیاری از آنها نمی‌دانند که در این مکان یکی از امت‌ها زندگی می‌کرد. قشلاقی زیادی داشت که در آن هزارها مردم زندگی می‌کردند. خداوند آنها را هلاک کرد و به جای آنها بحر تبدیل داد. به آنها باران فرستاد. چیست قصه قوم لوط؟ قوم لوط بغیر از شرک آوردنشان به خداوند باز یک مشکلی و گناه اخلاقی دیگری داشتند. کاری پلید و ناپسندیده داشتند. به گناه دست زدند که آن گناه را کسی قبل از آنها نکرده بود. مردها با مردها هم خوابگی میکردند. این خیلی بد بود. هیچ امت پیش از آنها این کار را نکرده بود. آنها این کار پلید را اساس گذاشتند. به گردن آنهاست گناه هر که این کار را انجام می‌دهد تا روز قیامت. لوط علیه السلام نزد آنها آمد تا آنها را به سوی خدا، به سوی عبادت او، به سوی یکتاپرستی او دعوت کند. سپس به آنها گفت: اتأتون الفاحشه. کدام فحش؟ فحشی که مثل و مانند نداشت. اتأتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین. شما کاری را کردید که پیش از شما هیچ انسانی در روی زمین نکرده بود. شما اولین کسی هستید که این روش را پیدا کردید. این کار را حتی حیوانها نمی کنند. اتأتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین. سپس با آنها گفت: اینکم لتأتون الرجال. سنت خداوندی این است که مرد زن را می‌خواهد، زن باشد مرد را. شما بر این سنت الهی مخالفت کردید. اینکم لتأتون الرجال شهوة من دون الناس. خدایا پناه، هر مرد مثل خودش را میخواست و این کاری بد را در گرد و اطراف قریه اشان میکردند. حتی در پیش چشمان همدیگر این کار را میکردند. به همدیگر سخنهای قبیح میگفتند. فحشا، سخنهای قبیح، همجنسگرایی که حیوانها حتی به این درجه نرسیده بودند. به آن جای رسیدند که حیوانهای به عقل این کار را نمی کردند. خداوند درباره حیوانات و آنهایی که بدتر از حیوانند چنین می فرماید: اولئک کالانعام بل هم اضل. جای آنها بحری مرده است. در همان مکان قوم لوط زندگی می کردند. به سوی خدای ذوالجلال دعوتشان می کرد. می گفت که این کاری فحش خدا را راضی نمی کند. هر مرد را خداوند برای زن آفریده. این سنت خداوند است که خداوند مرد را به آن فطرت آفریده. میدانید قوم لوط با او چی جواب دادند؟ با او نگفتند جزاک الله خیرا، بارک الله فیک، این دعوتی تو را قبول میکنیم، به اذن خداوند هدایت مییابیم. هرگز چنین نبود. همگی بر ضد او برآمدند. گفتند او بر ضد خواهش های ما برآمد، بر ضد همجنسگرایی و فحش ها و خواسته های ما برآمد. از این قشلاق بیرونش کنید. اخرجوا آل لوط، اخرجوا آل لوط من قريتكم
إنهم أناس يتطهرون. گناه لوط و کسانی که ایمان آوردند چی بود؟ گناهشان این بود که پاک بودند. گناهشان این بود که به سوی پاکی دعوتشان میکردند. این به گمان آن مردم گناه بزرگی بود. خب بعد حکم چیست؟ اخراج کردن، از شهر بیرون کردن. حق زندگی در این شهر ندارد. شهری آزاد است، شهری شهوت هاست، شهری هم جنسگرایی هاست، شهری پست و رذیله. حق زندگی ندارد کسی که به سوی پاکی، به سوی پاکدامنی، به سوی بزرگی دعوت میکند، مثل لوط علیه السلام و کسانی که ایمان آوردند به او. حق این کارشان بیرون کردن این هاست از این شهر. اخرجوا آل لوط، اخرجوا آل لوط من قريتكم. سبب در چیست؟ انهم اناس يتطهرون. لوط آنها را به سوی خدا دعوت میکرد تا ترک این کارهای فحش و منکر کنند، لیکن قوم در گمراهی خیش سرگردان بودند. آنها کور شده بودند. این مستی در شهوت بود. چیست این مستی در شهوت؟ که در آن قوم لوط و قریه سدوم بود. و لوط علیه السلام مدام به سوی خدا دعوتشان میکرد. قصص نور و قصص، قصص نور و قصص، حکمه و صبر. مدام قوم لوط علیه السلام در فحشکاری خود بودند و لوط علیه السلام آنها را به سوی خدا دعوت میکرد. خدا را به یادشان می آورد. از این پلیدکاری ها بازشان می داشت که کسی از پیشینیان به چنین کار دست نزده است. مدام به سوی خدا دعوت میکرد. در این قشلاق کسی جز دو دختری او ایمان نآورد. حتی زنش به او ایمان نآورد. زنی کافر و پلیدی بود. لوط علیه السلام را وقتا نزدش مردان مهمانی می آمدند، آنها را پنهان میکرد و آنها را از داخل شدن به این قشلاق منع میکرد. قوم لوط به او می گفتند برای چی مردها را از ما دور میکنی ای لوط؟ اگرچه این کارت را هم کنی ما به کار خود ادامه می دهیم. بلکه او را و کسانی که ایمان آوردند تهدید کردند به اخراج کردن، یعنی با دو دخترش. حتی زنش ایمان نآورد به او، بلکه قوم را خبر میداد از مردهایی که مهمانی می آمدند پیش لوط علیه السلام. لوط علیه السلام به سوی خدا دعوت میکرد. استوار بود در دعوتش، پروایی نداشت از قومش و اگرچند که قومش با او ایمان نآوردند. چون این است طبیعت انسان. بسیاری از مردم چنانچه خداوند میگوید اگرچند حریص باشی تو آنها ایمان نمی آورند. در همین وقتها ملائک جبرائیل، اسرافیل، میکائیل به صورت انسانی به زیارت ابراهیم علیه السلام آمدند. به یاد دارید این قصه را. او را به پسر بشارت دادند. سپس گفتند ما به سوی قشلاق لوط علیه السلام می رویم تا آنها را هلاک کنیم. این هنگام ابراهیم علیه السلام با آنها مناظره کرد. بسیار انسانی حلیم بود، مهربان بود. گفت شاید آنجا 300 خانه باشد که ایمان آوردند. گفتند آنجا 300 خانه نیستند مؤمنان. با آنها گفت شاید تا 200 خانه مؤمنان باشند. گفتند 200 خانه هم نیستند. گفت شاید 40 خانه باشد. گفتند نیستند. گفت شاید 12 خانه. گفت اینقدر هم نیستند. در آخر به ملائک رحمان گفت قال ان فيها لوطا. ملائک گفتند قالوا نحن اعلم بمن فيها. ما میدانیم که کی اینجا ایمان دارد. انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين.
یک خانه را یافتیم که ایمان آوردند ای ابراهیم. همه قشلاق ایمان نآوردند، به خدا کافر شدند، شرک آوردند و سرکشی کردند، کارهای بد را حلال دانستند. اعوذ بالله. با مردان می رسیدند، امتی که پلیدی کردند، امت فاحشه. یگان امت پیش از اینها به چنین فاحشگی نبود. این قشلاق لوط علیه السلام است که بر لوط تهدید می‌کردند و نمی‌دانستند که عذاب خدا نزدیک است. نمی‌دانستند که ملائک رحمان برای عذاب آنها فرود آمدند. آنها در نزدیکی همین قشلاق در فلسطین